چطور بگیم که تلافیشو سرت در میارم؟ میتونیم از کلمه ریونج در نقش اسم استفاده کنیم به معنای تلافی. بنابراین اگر این اسم باشه ما قبلش باید یک فعل براش به کار ببریم. برای کلمه ریونج در نقش اسم چه فعل هایی میتونیم به کار ببریم؟ میتونیم از get revenge، have revenge یا take revenge استفاده بکنیم. چه مثالی میتونیم بزنیم؟ بریم ببینیم. میتونیم بگیم که he took revenge on his friend. تلافیشو سر دوستش در آورد. از take و گذشتهش took استفاده شده. یا میتونیم بگیم که I will get revenge on you. تلافیشو سر در میارم. اینجا will به کار بردیم به معنای اینکه در آینده این کار رو با تو خواهم کرد. بنابراین از کلمه revenge در نقش اسم به معنای تلافی با این افعالی که گفته شد میتونید استفاده کنین تا به کسی بگین تلافیشو سر در میارم. Let's get revenge.